گفتم وقتی همین قرآن تلاوت میکنم دوملا با یک آواز شیرین خودم راحت میکنم و فکرم در کار و بار می فکرم در کیم کجای فقط فکرم در بیرون ای. خب مسئله فکرتان پریشان میشد در وقت قرائت قرآن. بله، این حالت بهتر از آن آدمی که قرائت قرآن نمیکنه. آدمی که قرائت قرآن میکند و هم فکرش هم به تدبر است، چون الله تعالی ما را ترغیب کرده است افلا یتدبرون القرآن. شما قرآن را مگر تدبر نمیکنید؟ تدبر یعنی تفکر با نظر چقور، با نظر عبرت و آموختن به قرآن نظر کردن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مگر قرآن را تدبر نمی کنند یا اون قلبها قلفها دارد؟ یعنی سرزنش کرد الله تعالی و ترغیب کرد برای تدبر و تفکر معناهای قرآن. اما اون آدمی که قرائت میکند و فکرش پریشان هست، این بهتر از آن آدمی که قرائت نمیکند. لیکن خوب هست که هر دوش کند، هم زبانش قرائت کند و هم قلبش در تفکر باشد. و از همه بهترین حالت در شبانه روز برای اینکه زبان و قلب آدم موافقت کند، هم قلبش هم در فکر قرآن باشد و هم زبانش هم، این بعد اینکه انسان یک مراتبه در ابتدای شب خواب میکند و در آخر شب بیدار میشد. الله تعالی گفت که این ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. البته ناشئة اللیل یعنی یک مراتبه خواب کرده، قوت گرفته خیستن در شب، بعد قرائت قرآن کردن، اشد وطئا اشد موافقتا. از همه حالتی که در درون 24 ساعت قلب و زبان با هم دیگر موافقت میکنه. زبان تلاوت میکنه، قلب میفهمد، این همین حالت است. این دلالت میکند که این روزها وقتی که در اثنای کار یا در مترو رفتید قرآن خوانده رفتید، در این حالت ها بله فکراتون پریشان میشن. لیکن به هر حال اهمیت میدهید به آیات های قرآن. از این آیات چی فهمیدید؟ اگر تفسیر خوانده باشید، البته اگر نخوانده باشید دیگر فقط برای تلاوتش ثواب میگیرید.